اجانین کافر و حالا مسلمان خودشون با چشم دیدند، یعنی اینکه عمرهای اونها بیش از چند قرنه و متاسفانه انسان ها فکر میکنند که خدا و پیامبرانش مال عهد بوق بودند و حالا اینا مدرن شدن و دیگه اعتقادی به خدا و پیامبر ندارن، در حالی که 7,000 سال پیش با الان در عالم معنا در بعد چهارم یکی هستش، اصلا شاید همزمانی وجود داشته باشه، انگار که گذشته با حال آینده داره همزمان انجام میشه. 2,000 سال برای شما 2,000 ساله در عالم معنا در بعد چهارم، یعنی بعد از اینکه شما این بدن محدود مادی و این آواتار رو رها میکنید دیگه اصلا معنی نداره زمان که فکر میکنید اینا مال قدیما بود.